سوال بعدی که پرسیدی من چطور مشاوره بدم، این بود دیگه سوال درسته. آره. چطور پیشنهاد بدم که مشتری از ما قبول کنه. ببین زمانی که ما مشاوره میدیم، اول از این ما باید بیایم بر طبق معیارهایی که اون فردی که بیمه عمر رو میخوام بهش پیشنهاد بدیم بهش مشاوره بدیم. اون فرد شغلش چند سالشه، شغلش چیه و الان در چه شرایطی هستش، بیمه داره نداره، بیمه تامینشده داره نداره، بیمه تحلیل داره نداره، یه اطلاعات کوچیک ازش میگم. خب تو بازار سرد ما اطلاعات میگیریم دیگه، روشی که ما الان خدمت درس کردم این اطلاعات تا حدودی دست میگیریم. خب اما حالا این اطلاعات بیمه‌ایش هم نداشتیم، حداقل شغلیش و سنش رو که داریم، بر اساس دهه‌های مختلف خب ما میان یه مشاوره اختصاصی براتون می‌پرسه وقتی چند سالتونه، متولد چه دهه، یه سری میگن حالا خانوما مثلا چی میگن سخت شده سال تولدش سنش که میگی که آقا مثلا متولد چه دهه‌ای هستی، میگی مثلا دهه 70 دهه 90 یا مثلا دهه 60 دهه 50. خب میگه آقا با توجه به دهه‌ای که شما داری مثلا به یه قانون می‌خواید این افرادی که الان شما باشون ارتباط گرفتی لباس گرفتی خانم بودن یا آقا بودن؟ خانم بوده آقا هم بودن. خب من الان میخوام به لباس فروشی مشاوره بدم، شما به عنوان مشتری من به عنوان نماینده یه 5 دقیقه مشاوره بیمه‌ام بدم، من میتونم تو رو قانع کنم بیمه‌ام بده. هر سالی که اونجا ازت پرسی از من بپرس الان. اوکی؟ یه رول پلی به قول من با هم بازی میکنیم، نقش با هم می‌کنیم. این از خب خانم آل کسی سلام و احوالپرسی کردیم. سلام. متولد چه دهه‌ای هستی شما؟ من متولد 62. 62. خب دهه 60 هستی دیگه. ببخشید مادرتون چند سالشون اگه جسارت باشه؟ میتونم سوال مادرم 63. 63 سالشه. خانه دارن؟ بله خانه دارم. خب یعنی شما الان 40 سال، تقریبا 20 سال به اختلاف سنی دارید دیگه با هم، درسته؟ بله. خب بسیار عالی. مادرتون درآمد خاصی دارن الان در حال حاضر؟ درآمد نه، فقط حقوق پدرمون دارم. خب بس وابسته به پدرتون هستن. بله. دقیقاً. اگر مادرتون الان یه درآمد 10 میلیونی ماهانه داشت، نمیگم مبلغ زیاد، 10 میلیون خب به نظر شرط زندگی چه تغییری می‌کرد؟ یکم بهتر میشد. یکم چون بهتر. الان با حقوقی که الان داره واقعا نمیرسه به همه. خب پس خیلی قطعا تاثیر میذاره دیگه رو شرط زندگی حال حاضرش، درسته؟ الو. باره یکم تاثیر داره دیگه، سر حقوقش بیاد مثلا این 10 بله. میلیون. چرا به نظر نداره الان این امکانو؟ یه لحظه قطع شد. به نظر چرا این امکان الان نداره؟ خب چون مامان از قبل نه بیمه‌ای داشته، وابسته به بابام بوده، الان هم حقوق بابامو میگیره. خب چرا برای خودش یه فکر رو نکرده که بتونه درآمدی برای خودش مستقل داشته باشه؟ مامانم چون به فکر بیمه نیست. بعد اون موقع کسی نبود که بیاد بگه، اطلاعات نبوده، چون آشنایی اصلا نداشتیم با بیمه. آفرین، اطلاعات نبوده، آشنایی نه نبوده. اطلاعات نبوده. خب حالا من یه سوال ازتون دارم، شما برای اون موقع فکری کردی 20 سال دیگه هم سن مادرتون میشی؟ آره چه فکری کردی؟ فکر بیمه هستم، ولی یکم مشکلات وقتشو نداشتم. آیا این دلیلی بر این میشه که مثلا سنتون رسیده به سن مادرتون؟ خب همین حسی که شما الان دارید به مادرتون فرزند شما به شما داشته باشه؟ چون به شما بگه چرا مثلا اطرافیان ما یه حقوقی دارن میگیرن اما شما چرا این فکر رو نکردید؟ این دلیل بر این میشه که بگید آقا من اون موقع نرسیدم، فکر داشتم، مشاغل داشتم، هزینه‌ها بالا بود، نمیدونم. این دلیل خوبی و منطقی هست؟ نه آره دلیل خوبی نیست، ولی انشا به فکرشم. خب به فکرش هست. کیف میخواید. ببین خانم آل کسی، من یه نکته خدمتتون عرض کنم. زمانو اگه از دست بدی و همش به ضرر افرادی هستن که دهه 60 هم دهه شما هست.
الان 40 خورده سالمون. اوکی، هی که زمان که میگذره سنمون میره بالاتر و همین زمانی که از دست میدیم هم مستمری رو داریم از دست میدیم، همینطور پوزیشن‌های بیمه‌ای که میتونیم داشته باشیم رو از دست میدیم. خیلی مهمه. این بهترین زمان برای بیمه شدن برای یک فرد تو سن 20 تا 30 سالگی هست. همین الان شما 1 دهه 2 دهه از اون سن گذشتی، پس اگه هی تصویر رو بندازی برای 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، این زمان از دست میره، بعد دیگه قابل جبران نیست. یه دفعه به خودتون میاد همسن مادرتون شدی، بعد اون موقع هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ کاری نکردی، چند بار خواستید این کارو انجام بدید، چند وقت این کارو انجام بدید، اما شرایط و مشکلاتی که تو جامعه متأسفانه همه ما درگیرش هستیم اجازه نمیده به ما. بالاخره باید یه جای استارتش بزنیم. قبول داری؟ بله. خب الان طرحی که ما بیمه ایران داره طرحی هستش که به نظر من واقعا طرح خوبیه. شما میتونید از طریق همین طرح بیای برای آینده خودتون یه سرمایه‌گذاری بکنید، یه برنامه‌ریزی مالی بکنید، یه مستمری برای خودتون در نظر بگیرید. شما کوشش بیمه‌ای هم داری جای دیگه؟ نه، فقط همسرم بیمه تامین اجتماعی داره. خب شما تحت پوشش همسرتون هستید از لحاظ تامین اجتماعی. بیمه تکمیل درمان دارید یا بله. ندارید؟ نه. بیمه تامین اجتماعی چند درصد از هزینه‌ها رو میده میدونید؟ مثلا شما الان به یه ویزیت یا یه دارو میخوای بگیری یا آزمایش چند درصد هزینه رو به شما میده؟ میکنم تامین اجتماعی 20 تا 30%. 20 تا 30% هزینه شما رو بیشتر نمیده. مثلا اگه خدایی نکرده یه اتفاقی برای شما پیش بیاد دور از جونتون، برای خودم میگم من تامین اجتماعی دارم، یه حادثه پیش اومد دارم، یه خدای نکرده بیماری ناگهانی که با توجه شدیدی که جامعه ما اصلا آلودگی هوای موارد با این غذاهای نمیدونم همشون میگن ترارسته غذای بیولوژیکی که داریم میکنیم ممکنه خدا نکنه هممون دچار مرگ دچار بیماری بشیم، دور از این مثل سرطان، دور از این مثل بیماری خاص. قبول داری این حرف رو دیگه؟ بله بله. اگر خدای نکرده چه اتفاقی بیفته همیشه 20 تا 30% هزینه رو میده، 70 تا 80% هزینه رو ما از کجا تامین کنیم؟ از جیب خودمون باید بگیم. آفرین. خب الان این طریقی که من خدمتتون عرض می‌کنم میتونید هم به عنوان یک مستمری روش حساب باز بکنید، هم به عنوان یک کوشش بیمه‌ای مناسب و درخور یک فرد که روش حساب باز بکنید. خب حالا من یه سوال دیگه ازتون دارم. به نظر شما اگر بعد از 20 سال همسن مادرتون شدید، نه اصلا زودتر، بعد از 15 سال وقتی که رسید به سن مادرتون مستمری از بیمه ایران بخواد بگیرید، چقدر مستمری بگیری به دردتون بخوره، ارزشمنده براتون؟ مستمری تا مثلا 15 سال دیگه حداقل 5 میلیون حداقلش. 50 میلیون. یعنی یعنی شما الان کمش خیلی کمی اون موقع. 15 و من سال حداقلش رو میگم. حداقل 50 میلیون تا 15 سال دیگه مستمری بگیرید آره. ماهانه. شما حاضرید برای این 50 میلیون ها الان چقدر بها بدید؟ 50. حالا میخوام ماهیانه یا سالیانه بدم. چیزی که الان مثلا میتونم بدم ماهیانه 1 تومن. 1 تومن. خب شما اگر ماهانه 1 تومن بدی بعد از 15 سال نزدیک حداقل بین 10 تا 20 میلیون تومن مستمریتون میشه. خب ماهانه 1 تومن بدی. خب دو تا راه داریم به اون 5 میلیون تومن برسیم. خب یکی اینکه مدتش رو بیشتر بکنیم، به جای 15 سال شما 20 ساله بریزید، یا اینکه مبلغ حق بیمه رو افزایش بدید. کدومش برای شما مقدوره؟ دوست دارید انجام بشه؟ میتونید به جای 1 میلیون تومان ماهی 2 میلیون تومان پرداخت بکنید؟ تو ماه نه. مانه. مثلا پس سالشو میتونم بیشتر کنم. خب در طی 1 سال، خب اینم راه سومه. شما مثلا سالی اگر بذاریم 20% سال بعد 40% اضافه کنید. مشکل نداره. مثلا امسال که 1 تومن بدید سالا میشه 1 400. مشکل از لحاظ نداره. نه. خب بسیار عالی. شما الان مستمری که دریافت خواهی کرد
بعد از 15 سال با افزایش سالانه 30 الی 40% از خط بیمه‌تون بین 20 تا 50 میلیون تومان مستمری مادام العمرتون میشه بعد از 15 سال. این اولین نکته که خدمتتون عرض کنم. در طی مدت قرارداد یعنی 15 سال یه سری پوشش‌های بیمه پرآفاری داشت که نه بیمه تامین اجتماعی به شما میده، نه بیمه تکمیل درمان، نه سایر بیمار مثل نیرو مسلح، یعنی جدا از اون پوشش‌ها به شما تامین می‌کنه که جمع این پوشش‌ها فقط در سال اول نزدیک به 3 میلیارد و 700 میلیون تومان، ببخشید معذرت، با 1 میلیون تومان نزدیک به 2 میلیارد تومان، با 1 میلیون تومان تقریبا 2 میلیارد تومان شما پوشش بیمه میگیرید همون سال اول، یعنی همون قسط اول رو پرداخت کنید این پوشش رو برای شما فعال میشه. فقط پوشش بیماری های خاص 6 ماه دور انتظار داره بقیه پوشش رو از بعد به قرارداد براتون فعال میشه. اگر خدای نکرده اتفاقی براتون پیش اومد در طی مدت قرارداد پوشش بیمه نظرتون میشه. اگر اینجور باشه که عالیه. خب نام خانوادگی که سهیلا آرکسی، کد ملیتون، 279 پدر، تاریخ تولد، فلان. ساله، متولد 62. آره اینجا من الان آخرین تیکه گفتم نام خانوادگی این کال تو اکشن، اقدام برای عمل. خب اینجا ممکنه ببین شما اصلا من نگفتم میخواد، نگفتم چجوریه، نگفتم هم رو بردم ذهنیت مردم سر کامل محدوده، چون پیشت اولی که گذاشتم برای سود بوده، اون سود رو دیگه مردم قبول ندارن با توجه به تقاضا. ما باید یه جور دیگه بهشون توضیح بدیم. بیمه به نظرم بهترین مسئول به صنعت بیمه است. خب این اعتقاد من دارم، شاید شما نداشته باشید، اما من اعتقادم اینه، چون پوزیشنی که داریم خیلی ارزشمنده. این یه نکته که گفتم. این روش مذاکره هستش که شما میتونید به این سمت ببرید، میتونید مثل یه مذاکره که از قبل انجام میدید رو مستقیم شاید اول کار این مشاور نتونی بدید، اما آروم وقتی فکر کنی بهش تسلط پیدا می‌کنی و آروم رو میرسی به یک سطحی از تجربه که میتونی به این شکل و شمایل مشاوره رو بدید.